در سپتامبر 2021 کلودیا هرناند، زنی 25 ساله، مرتکب جنایتی شد که باورش سخت است. او معتقد بود که دختر 3 سالش آرلیس سانتوس تسخیر شده و باید شیطان از بدنش خارج شود. اما روشی که انتخاب کرد به یک فاجعه ختم شد. کلودیا با کمک پدر و برادرش این کودک معصوم را روی زمین نگه داشتند. او را تحت فشار قرار دادند و دهانش را بستند تا شیطان را بیرون کنند. این شکنجه چندین ساعت ادامه داشت تا اینکه آرلیس دیگر نفس نمی‌کشید. بعد از این اتفاق کلودیا در یوتیوب ویدیویی منتشر کرد که باعث شد پلیس شک کند. او در این ویدیو از خدا تشکر می‌کرد و هیچ نشانی از ناراحتی واقعی در اون دیده نمی‌شد. پلیس با بررسی شواهد و اظهارات خانواده متوجه شد که این یک حادثه نبود، بلکه یک قتل عمد به خاطر باورهای خرافی بود. در نهایت کلودیا به اتهام قتل درجه 1 بازداشت شد و این پرونده تبدیل به یکی از وحشتناکترین جنایاتی که به بهانه جنگیری رخ داده است شد. شما چی فکر می‌کنید؟ این پرونده رو چطور قضاوت می‌کنید؟ حتما داخل کامنت ها برامون بنویسید.